توی این ویدیو قراره کانتور و هایلایت مناسب صورت‌های مختلف رو بهت آموزش بدم. تا آخر ویدیو همراه هم باش. صورت‌هایی که فرم مربع دارن، کناره پیشونی زیر استخوان گونه به صورت مربع روی چونه رو کانتور می‌کنیم و وسط پیشونی بالای خط کانتور و وسط چونه رو هایلایت می‌کنیم. صورت‌هایی که فرم گرد دارن، دو طرف پیشونی زیر گونه‌ها به صورت مربع و خط فک و کناره‌های چونه رو کمی تیره می‌کنیم و برای هایلایت مرکز پیشونی زیر چشم بر روی چونه رو هایلایت می‌کنیم. صورت‌هایی که فرم الماسی دارن، برای متعادل کردن صورت قسمت پیشونی، گونه‌ها و چونه رو کمی کانتور می‌کنیم تا صورت کشیده‌تر دیده بشه. برای هایلایت قسمت پیشونی و زیر چشم رو هایلایت می‌کنیم. برای صورت‌های مثلثی شقیقه‌ها رو کمی تیره می‌کنیم. زیر استخوان گونه مبرم از وسط گوش خط کانتورمون رو می‌کشیم و برای چونه یه مقداری از تیره استفاده می‌کنیم تا تیزی اون رو نرم‌تر کنه. مرکز پیشونی رو برای ایجاد تعادل با اطراف پیشونی که تیره شده روشن می‌کنیم و برای قسمت چونه هم از رنگ روشن استفاده می‌کنیم. برای صورت‌هایی که فرم بیضی دارن، قسمت پیشونی رو کامل کانتور می‌کنیم. برای قسمت گونه خط کانتور رو به صورت صاف طراحی بکنید تا از فرم بیضی بودن صورت کاسته بشه و هایلایت مرکز پیشونی و زیر چشم ها. و برای صورت‌هایی که فرم قلبی دارن، پهنای پیشونی رو کمتر و چونه رو متعادل‌تر نشون میدیم. بعد از تیره کردن پیشونی و شقیقه ها، چانه و کناره‌های صورت رو کمی کانتور می‌کنیم. وسط پیشونی و روی استخوان گونه رو هم هایلایت می‌کنیم.